من از اینایی که دوای تاریخ 2500 ساله و فرهنگ و تمدن و نمیدونم اخلاق و ایرانیت و آریانیت و اینا دارن، فقط یه خواهش دارم از این ملت تاجیکستان ادب و اخلاق رو یاد بگیرن. 8 میلیون هستن ها، خیلی هم کوچیک، نصف جمعیت تهران. ای کاش اینایی که ادعای پیروی علی و آل علی رو دارن اخلاق رو از ملت شریف تاجیکستان یاد بگیرن، انسانیت، شرافت رو از اینا یاد بگیرید. خاصا یعنی طرف صحبت‌های من لقیدهای قم و تهران و مشهد هست، اینایی که ادعا دارن همیشه که ما پیرو علی هستیم و شیعه علی هستیم. یک کمی اخلاق رو از این ملت یاد بگیرید. یک روز دیگه هم گفته بودم تو این شبکه، بازم تکرار میکنم، حدود 5-6 سال هست که من برنامه زنده دارم، تا حالا یک تاجیکی توهین نکرده. نماینده آیت الله قزوینی، علی شریفی، آیت الله حسینی، دکتر حسینی قزوینی، مدیر شبکه ولایت، استاد حوزه دانشگاه، رفته این انسان بد اخلاق بی تربیت رو به عنوان نماینده رسمی خودش انتخاب کرده که با ما مناظره بکنه. شما تصور بکنید کسی که نمایندش این باشه، خودش وضعش چطور خواهد بود تو خونه، تو داخل کلاس های درس. حالا که تصویری که از خودشون ارائه میدن در شبکه غیر از اون چیزی هست که در پیش زن و بچه هاشون دارن. ایشون که نماینده یک مرجع باشه، نماینده مدیر یک شبکه‌ای باشه، یک رسانه‌ای باشه، این اخلاق و ادب و تربیتش باشه. یا این 15-16 نفری که نخبه های بسیج و سپاه رو جمع کردن که در تهران دفتر بهشون دادن که تلفن بزنن به این شبکه‌ها و اخلال بکنن، فحش بدن، توهین بکنن، برنامه رو مسیرش عوض بکنن. اینها زبده های این حکومت هستن. اینا نسلی هستن که جمهوری اسلامی اینا رو تربیت کرده. حضرت امام، همون حضرت امامی که شهوترانی با دختر شیرخوار رو جایز میدونه. باورتون نمیشه؟ یعنی این مذهب آخوندیزم، شما تصور بکنید وقتی یک نظامی رهبرش این باشه، شما از کوچیکتر از اینا چی میتونید توقع داشته باشید؟ میخواید که اینا معلمین اخلاق باشن؟ میخواید که این شهوترانی خمینی، این دجال قرن 20، این تحریر الوسیله حضرت امام خمینی، اینم شناسنامه‌اش احمد جان زوم کن که ببینن، خود ایران چاپ کرده. هر کم باورش نمیشه بره مسئله 12 در کتاب نکاح رو ببینه. اینم ترجمه فارسیش. میگه نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن 9 سال جایز نیست، نکاحش دائمی باشد یا منقطع، و اما سایر لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ حتی در شیرخوار هم اشکال. این تفخیذ رو حتی این مترجم نتونسته ترجمه بکنه، یعنی طفل شیرخوار را در بین رانهای خودش قرار بدهد. ترجمهش این میشه، میگه حتی با طفل شیرخوار، شما رو به خدا، اینهایی که در مدرسه خمینی بزرگ شده باشن، بنیانگذار جمهوری اسلامی، چی میخواید توقع ازشون داشته باشید؟ میخواید که بیان اینجا فحش ندن، توهین نکنن، اهانت نکنن؟ رهبری که شهوترانی با کودک شیرخوار، والله در دین یهودی، نصرانی، آتش پرستی، در جنگل‌های آمازون، در بین حیوانات، شما را به خدا تا حالا دیدید که یک گوساله‌ای که تازه به دنیا آمده باشه یک گاو نر به طرفش بره؟ یعنی در بین حیوانات، در بین مار و اژدها و گوریلا و میمون و یعنی قبیح‌ترین حیوان‌ها رو در بین اینها ببینید، شهوترانی با یک حیوانی که تازه به دنیا آمده باشه وجود نداره الا در مذهب خمینی. و اینها علی شریفی عضو سپاه پاسداران مشهد، این شاگرد خمینیه، کسی که خمینی اینو تربیت کرده، این مکتب خمینی اینا رو تربیت کرده، جمهوری اسلامی اینا رو تربیت کرده. شما میخواید از اینا چه توقع داشته باشید؟ و من گفتم تا هنوز در بین اینها، چون موضوع
گفتگوهای ما که اینها این همه سوختن و به خاطرش ای دارن فحش میدن توهین میکنن، قضیه دروغی است که قزوینی در مورد امام بخاری گفته که شمس الدین ذهبی ایشون رو ثقه نمیدونه و ضعیف میدونه. من میگم که تا هنوز در بین مذهب شیعه اثناعشری مردی به دنیا نیامده که از این دروغ قزوینی بتونه دفاع بکنه.